اگر مامان آماده شده به ما بگید که نوزادو براتون بیاریم. آخه اتاق 5 میگن مثلا همین دست چپتون رو درش زده اگر 5 باشه در بزنی داره. چشاش مشکیه؟ بس هم آماده نشده. چشاش مشکیه؟ به نظر مشکیه. آره حالا بچه ها تا 6 ماهگی خیلی تغییر میدن رنگ چشاشون. دخترم هی بخلبه داری چشاش روشن رنگی تیره میشه، تیره روشن میشه. ما شمالی هستیم دوستشیم دخترمون چشاش آبی بشه. شاید هم شد داریم چشابی. آره عموی دخترم چش رنگه. شما چش میشه؟ من مادر بزرگشم. عزیزم بدون میمون بعدت داشتم این نوه دومم. عزیزم خدا نگهدار. مرسی عشق. سلامتی باشی. متشکرم. الهی شکر. شوجه هم شلوارش جدی در بودم حالا نمیشه پوشون. دیدی پسرم صبور ساکته بچه ها دستشون میزنه طبیعیه بچه تازه دنیا میاد تو پوستاشون هست. موشو خیلی صورتش جوش داشت الان ماشاءالله تمیزه. میگم حالا این کمتره بعضی پر میشه صورتشون هست. 2 کیلو مثلا 3 کیلو دیگه حسابم 5 گرم است. 3 کیلو کم داره جانم. ای جان دلم شیخ بابت خیلی جانم. همیشه همینقدر کوتاه گریه کن دست این مثل باباش خوابالوه همش دوست داره بخوابه. نکن یکم بیدار بود الان میخواد بخوابه. مثلا سر کار اومدن خسته است بچه ما. ای جان ما تو راه بوده مسافرتش. آره بابا باباشو ول میکنه فقط دوست داره بخوابه. بچه‌ش هم به خودش رفته. ما هم که کارمندیم یه روزی که خونه ایم فقط میگیم که 2-3 ساعت اضافه بخوابیم. خدا بهتون سلامتی بده. نمیذاره شلوارشو درست بپوشیم. انگارم از اول اینا خدا به زنجیره. ای چون؟ خب مامان آماده شد بعد ببریمش. دستی که شستی؟ کلش